حمله طالبان بر مراکز نظامی پاکستان در آن سوی خط دیورند. وزارت دفاع طالبان تایید کرد که نیروهای آنان شنبه شب بر تعدادی از قرارگاه‌ها و مراکز نیروهای سرحدی پاکستان در امتداد خط دیورند حمله کرده است. طالبان میگویند که از این مراکز نظامیان پاکستانی حملات در افغانستان تنظیم و سازماندهی میشد. در اعلامیه وزارت دفاع آمده که این حملات برای انتقامگیری بود. به نظر می رسد هدف طالبان انتقامگیری به خاطر حمله هوایی پاکستان در ولایت پکتیکا است که در آن نزدیک به 50 تن شامل زنان و کودکان کشته شدند. مرکز این درگیری ها ولسوالی دنده پټان پکتیا و ولسوالی علیشیر ولایت خوست عنوان شده است. رسانه های محلی به نقل از طالبان گزارش دادند که در این درگیری ها 19 سرباز پاکستان و 3 غیر نظامی افغان کشته شدند. حملات هوایی پاکستان بالای غیر نظامیان در ولسوالی برمل پکتیکا واکنش های گسترده ملی و بین المللی را در پی داشت. شماری از ساکنان خوست نیز علیه حملات پاکستان دست به اعتراض زدند. احمد شریف چودری سخنگوی اردوی پاکستان روز جمعه در یک کنفرانس خبری به صراحت تکرار کرد که زندگی یک پاکستانی مهمتر از زندگی تمام مردم افغانستان است. پاکستان طالبان افغان را متهم به حمایت از TTP می کند، اما طالبان می گوید که اردو و ادارات استخباراتی اسلام آباد برای داعش پایگاه‌های آموزشی ایجاد کرده که در افغانستان حملات انجام می دهند. هرچند دو طرف به اهمیت گفتگو و یافتن راه حل دیپلماتیک برای کاهش تنش‌های به وجود آمده تاکید می کنند، اما اقدامات نظامی و درگیری‌های مستقیم نشان دهنده پیچیدگی در روابط بین طالبان و پاکستان است. رحمان کاکر، لندن.